فکر میکنی آدمی که پول نداره یعنی فقیره، یا برعکسش اونی که پول داره ثروتمنده؟ نه، فرق یعنی این که تو از دنیا هیچی نمیدونی، قانون رازهاشو نمیدونی. فرق اینه که تو نمیخوای زندگی خودتو عوض کنی. فرق اینه که تو حرکت نمیکنی، زحمت نمیکشی. فرق اینه که تو باور نمیکنی ثروتمندا راضی رو دارن و تو دنبال اون راز نیستی. فکر میکنی اونی که یه زندگی خوب و عالی داره خیلی سختش و باهوش بوده؟ یعنی فکر میکنی اونایی که ثروتمندن از اول زندگیشون پولدار و موفق به دنیا اومدن؟ الان به فکر میکنی کسی که 10 تا 100 میلیون تو بانک درآمد داره یعنی داره 10 برابر تو هفته کار میکنه؟ من نمیتونم مثل یه زندگی خوب و عالی داشته باشم. اگه تو میخوای خودت لج بکنی و بگی آره، باید بگم آره، این انتخاب خودته که خواستی آدم معمولی باشی و کائنات هم فقط به تو یه چیزی گفتن: هر مخوردارم سر برم. اما اگه به فرمان خداوند پاسخ مثبتی بدی که گفته تو اشرف مخلوقاتی، باید تو دنیا هم بهترین نعمت‌ها و شرایطی که برای تو خلق کردم رو بهره ببری، باید جواب دیگه‌ای به من بدی. حالا بذار که براتون بگم که این اشرف مخلوقات نه زیاد سخت‌کوش بودن و حتی نه باهوش. از ازل تولدشون موفق به دنیا نیومدن. اونا حتی از تو هم کمتر کار میکنن. نمی‌دونستی؟ یعنی چی؟ یعنی اونا به فرمان خداوند پاسخ مثبت دارن و پذیرفتن که اشرف مخلوقاتن و لیاقت استفاده از امکانات و نعمت‌های خدا رو دارن. این یعنی اونا هر موقعیت و پیشنهاد و شرایطی که براشون پیش میاد یا جلو چشمشون زیبا به نظر میرسه رد نمیکنن. وای نمیستن و بررسی بکنن و ببینن میرسن آیا یا نمیرسن، میتونن از پسش برگردن یا نمیتونن. اونا به خودشون هیچ شکی راه نمیدن. اونا هر شرایط و موقعیتی رو به شرایط زیبا بدلش میکنن، به فرصت تبدیلش میکنن. بنابراین هر فرصتی و موهبتی میبینن از طرف خدا که باید از اون استفاده بکنن و لیاقتشون رو به همه نشون بدن. میخوام خیلی راحت بگم که اینا مسلماً رازی تو کارشون هست که شما از اون بیخبرید. شما میتونید خوششانس باشید که این رازها رو بفهمید، البته شرطی که به کار ببرید. چرا 90% مردم جامعه از این رازها بیخبرن؟ چرا تو بیخبری؟ چون این رازها رو باور ندارن. چون همیشه در حال جنگ و جدل با این قوانین خدا هستن. همه وجود خدا ایمان دارن، خدا رو میپرستن، قبولش دارن، اما این 90% قوانین خدا رو باور ندارن، اونو رد میکنن یا دارن باش میجنگن. به همین دلیل، فقط به همین دلیل اونها فقط مثل یه ربات از صبح تا شب سرسخت برای کسایی کار میکنن که اون رازها رو فهمیدن، باور دارن، استفاده میکنن. و این مردم اونقدر تو کسب معیشتشون کار میکنن که حتی لحظه هم وای نمیسن ببینن چجوری میتونن با ثروت مشکلات خودشون رو حل کنن. نمیخوان بفهمن چجوری میتونن به ثروت برسن. چرا نتونستن پولدار بشن؟ حالا آدرس این راز کجاست؟ کجا میشه پیداش کرد؟ میخوام بگم ما اونو دست کم گرفتیم چون بهش بی‌توجهیم. فکر میکنیم این راز یه جای خیلی خاصی پنهان شده. نامه روبوده شده داستان ادگار آلن پو رو یادتون میاد؟ نامه‌ای که پلیس همیشه دنبالش بود و هیچ وقت هم نمیتونست اون رو پیدا کنه. چرا؟ چون اون نامه به جای اینکه جای مخفی پنهان شده باشه، جایی که اصلا فکرشون نمی‌کردن قرار داشت. خیلی جالبه. اون کجا بود؟ یادتون هست؟ اون دقیقاً جلوی چششون بود، اما فقدان تخیل و تعصبات ذاتیشون اون رو از یافتن نامه باز می‌داشت. توقع نداشتن که اون جلو چششون باشه. بنابراین هرگز اون رو پیدا نکردن و ندیدن. اکثر مردم پذیرش این رازا رو ندارن، حتی اگه توی کلام خیلی ساده براشون آشکار بشه. بزرگترین محدودیت و ایراد چیه؟ ایراد کمبود تخیله. همین. و این دلیل این امره که خیلی ها اعتقاد ندارن که ثروتمند شدن رازی داره و اعتقادم ندارن که میتونن ثروتمند بشن.
البته حقم دارم. خب اگه فکر کنی نمیتونی، واقعا نمیتونی. حالا تو چرا هنوز ثروتمند نشدی؟ هیچ وقت این سوال از خود پرسیدی؟ تو وقتی میخوای به یه شهر دیگه چی کار میکنی؟ چجوری میری؟ شبه، هوا تاریکه، تو هم که راهشو بلد نیستی. اما تو باید همین الان بری. خب یه خورده با خودت فکر میکنی. خب ماشین که چراغ داره، پس 100 متر جلوی منو روشن میکنه. جاده هم که علامت داره، چون قبل از من آدمای زیادی بودن که رفتن جاده رو ساختن. خب من 100 متر برم معلومه که میرسم. در مورد رازم همینه. تو وقتی خواست این باشه که ثروتمند بشی، منطق تو به کار میندازی و به اون چراغ و جاده نگاه میکنی، به اون بینش و باور میرسی که تو هم میتونی به اون ثروت برسی. تو به یه روشنایی نیاز داری و این روشنایی همون باور.